نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: استعيذ بالله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید. صدق الله العظیم. امتان رسول الله و مهمانان خانه خداوند، انشاءالله در این وقت مبارک بر تفسیر این آیه مبارکه قرآنی موافق بر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم پردازیم. یکی از مسئله های داغ روز، یکی از مسئله هایی که بعضی از انسان ها چی از نادانی باشد یا که دیده و دانسته دست بر این میزنند که زیر لعنت خدا و پیامبر و نفرین بندگان الله قرار میگیرند و این گناه چنان سنگین است در پیش خداوند و چنان جنایتی بزرگ هست که دیگر آن عوف ندارد روز قیامت، مگر این که حق به حقدار برسد. جان این جنایتکار همان وقت خلاص می شود و این هم باشد ظلم کردن بندگان خداوند و حق اونها را پایمال کردن و اونها را به یگان عیب نامه کشادن، یا اینکه مال و ملک اونها را گرفتن، یا حق از حقوق خانواده یکی از مسلمان ها را زیر پا کردن. بسیار هم گناهی بزرگی هست نزد خداوند. پروردگار متعال برای انسانهای ظالم و سرکش در این آیه مبارکه می فرماید که و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمه. ای بندگانم، ای امتان رسول الله، یقین بدانید که خداوند اگر انسان ظالم موردی عذابش قرار بدهد، اگر روز سرنگومی آن فرا برسد، یا قشلاقی که در اون یا دولتی که در اون یک توده ظالمان حقوق بندگان خدا را زیر پا میکنند، بر حقوق مادی و معنوی اونها دست درازی میکنند، اگر پروردگار متعال اینها توبه نکنند و مورد عذاب خدا اگر اینها قرار بگیرند، یقین بدانند که از زیر اون عذاب الهی و از زیر آن عقوبت پروردگار عالمیان نجات نخواهند یافت. ان اخذه علیم شدید. خدا میگوید که خدا وقتا که عقوبت و بلا را که بالات آورد، پس اکنون یقین بدان که بسیار عذاب خدا درناک است، بسیار آنقدر سخت
عذاب خدا، عقوبت الهی بالاد می آید که دیگر هیچ کس دستی تو را گرفته نمی تواند. هیچ وظیفه‌گر را، وظیفه‌دار را نجات داده نمی تواند. هیچ پول و مالی که به ظلم از مردم مسلمان، از همدیهگانت، از هموطنانت، از خلق خدا گرفته ای، آن دیگر در این عذاب خدا و در این عقوبت الهی دیگر کمک کردن نمیتواند. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه یک حدیث زیبای روایت میکنند. حضرت میفرمایند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله عز و جل یملی للظالم. ای آن کسانی که امروز زیر ستم از ستمگاران قرار میگیرید یا زیر ظلم از رهبران خود، در هر کجایی که کار میکنید قرار میگیرید، یقین بدانید که خداوند کسانی که شما را ظلم میکنند یک مهلت برای توبه برای اونها مهلت میدهد. فاذا اخذه لم یفلت. لیکن اگر توبه نمیکنند عذاب خدا بالای این ستمگار و ظالم و سرکش وقتا که می آید دیگر از عذاب خدا دیگر گریخته نمیتواند. این یقین است. حضرت میگوید این موعظه را پیامبر کردند و بعد از آن این آیه مبارکه قرآنی را خواندند که و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمه ان اخذه علیم شدید. هنگام عذاب خدا می آمده است بالای قشلاق دهه شهر که اهل او ستمگار و ظالمند، بسیار یک عذاب دردناک و عذاب سخت بالای اونها می آمده است. حضرت جابر پسر عبدالله رضی الله عنه می فرمایند که پیامبر فرمودند اتقوا الظلم. از ستم کردن، از ظلم کردن بالای یک بیچاره و ضعیف و ناتوان دست بکش. آن دست و امکانیتی که خدا برایت داد، آن وظیفه که امروز پروردگار متعال در کرسی آن موقتا تو را شنانیده است، بالای زیر دستان از ظلم نکن. فإن الظلم ظلمات یوم القیامه. این ظلمی که امروز می نمایی، این حقی که از بندگان خداوند میگیری، این حقی که زیر پا میکنی بیچاره های کمبغل بر یک تهمت در یک بلا گرفتار میکنی، این ظلم تو روز قیامت یک تاریکی هست در راه محشر که پیشت را نخواهی دید. بندگان خداوند در این روز با یک نور زیبای از پیش خود، از راست و چپ خود راه خود را روشنی کرده به سوی پل صراط می روند و از بالای او گذشته در جنت الهی داخل می شوند. مگر این بیچاره ظالم و ستمگاری که در این دنیا خلق خدا را ظلم میکرده است، یک بیچاره را فریب میکند و حق او را میگیرد، شکنجه میکند، محبسی میکند، این بیچاره در اون تاریکی محشر، در اون ظلمات و تنگی اون را دیگر همین ظلم آنقدر
محکم میکرد از پیش همین انسان که دیگر پیش نمیبینه و در آن پل صراط نمیتوانست است که دیگر به سوی جنت برود و داخل آن آتش جهنم شده است. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم. هر انسانی که یک برادر خود را ظلم کرد، یکی از بنده های خدا را مورد ظلم قرار داد، یا در خاندان او باشد، در فرزندان او باشد، یا اینکه چیزی از مال او را و خاندان او را آزار داد، پیامبر میگوید که امروز روزی هست که حق خود را صاف نما. امروز روزی هست که حق خود را حلال نما، وگرنه دیگر در اون روز قیامت دیگر جای بخشش نیست. قبل الا یکون دینار ولا درهم. پیامبر میگوید که اگر اونجا پول و مالم داشته باشی، تنگه و طلا و نقررم داشته باشی، دیگر در آن روز قسم به پروردگار که هیچ فایده برای تو نخواهند داد. ان کان له عمل صالح اخذ من. اگر همین ظالم یگان کاری نیکی در این دنیا انجام داده باشد، روز قیامت خداوند از نامه اعمال همین ظالم، همین کارهای اجر و پاداشت همین بیچاره که میگرفته است و بر آن مظلومانی که در دنیا از دست ای آزار یافتند، مورد شکنجه قرار گرفتند، مالهای اونها تاراج شدند، به اونها میداده است. به آن قدری که ظلم کرد، آن قدر از ثواب و پاداشت این ظالم گرفته بر او انسان داده می شده است. و ان لم تکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحمل علیه. اگر این ظالم کاری ثواب در این دنیا نداشته باشد چی؟ خداوند به خاطر احیای عدالتی آن روزی رستاخیز از گناهان آن مظلوم می گرفته است و در نامه اعمال این ظالم می مانده است و همین خیلی این بیچاره ظالم به سوی دوزخ دیگر روان می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگرشان می فرمایند من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینی. این وابسته به آن حاکم یا قاضی یا سودیه دارد که در یک قضیه از قضیه های مسلمان ها همچون سودیه و حاکم حکمران است. پس یقین بدان اگر امروز ناعدالتی میکنی، پس این وعید پیامبر را بشنو که رسول الله برای چی میگوید و چی یک وضع ناگوار در آن روز قیامت داری که دیگر در اونجا حاکم و سودیه نیستی، قاضی نیستی. اونجا روزی است که در آن محکمه همچون یک جنایتکار حساب و کتاب میشوی. هر کسی اگر حق یک مسلمان گرفته در یک کسی دیگر بدهد، فقد اوجب الله له النار. پیامبر میگوید که خداوند واجب میگرداند بر این حاکم ظالم،
بر این قاضی ظالم، برای کسی که در بین دو کس قضاوت میکند واجب میگرداند که همین انسان از اهل دوزخ باشد. و حرم علیه الجنه، خداوند بر این طایفه مردمهای ظالم و سرکشی حق خود جنتش حرام گردانیده است. میگوید راوی حدیث که در همین زمان مرد بالا شد در مجلس پیامبر و گفت و این کان شیئا یسیرا یا رسول الله، اگر در این قضاوتی که این انسان کرد، در این حکمی که همین سودیه و قاضی حکم کرد، اگر یک ضرری کوچکی رم باشد، خداوند جنت برای اینها حرام گرداند، آتش دوزخ برای این طایفه انسانها واجب میگرداند. پیامبر فرموده اند و این کان قضیبا من عراق، اگر در این فیصله کردگی و در این حکم کردگی اگر چنین یک دندان کاوک، چنین یک چوبی که هیچ قدری ندارد، اگر نادرست حکم کرد، ظلم کرد، یک مسلمان یقین بداند که خدا جنت برای همین طایفه انسانها حرام گردانیده است. علما می فرمایند هنگامی که نفس انسان بسیار یک پلید می شده است، یک خبیث می شده است و یک راه ظلم و ستم نسبتی خلق خدا اختیار می کرده است، لم تقبل آیات ربها سبحانه، دیگر همین نفس پلید، همین نفسی که دست به جنایت زد، همین نفسی که دیگر بر حرام و ظلم تربیه یافت، اگر دیگر آیه قرآن برای او خوانده شود، موعظه کرده شود، سبحان الله، دیگر دری گوش این دلها دیگر نمی شنود. آنقدر گمراه می شوند، آنقدر خودکامه می شوند، آنقدر ظالم می شوند که آیات قرآن و گفته های پیامبر و موعظه اهل خیر برای اونها یک دیگر افسانه باقی می مانند. در این وقتهای مبارک، وقتی ما به پایان رسید، این موضوع را باز انشاءالله در جمعه های آینده ادامه خواهیم داد و آن عذاب و عقوبتی که خدا برای ظالم و حق خور و برای اون قاضی و فیصلگر در روز قیامت مقرر کرده است بیان خواهیم کرد. دعا کنیم که پروردگار متعال عدل و انصاف را در جسم ما پیاده بگرداند و کسانی که ظلم بر بندگان خدا و امتان رسول میکنند یا بر خویش و تبار و همدهگان خود میکنند یا اینکه بر بیگانگان میکنند، الله ذوالجلال راه هدایت را و عدل و انصاف را برای اونها نصیب بگرداند برحمتک یا ارحم الراحمین.